سلام. شما باید کوچیک کوچیک شروع بکنید تا نتایج بزرگی ببینید. یه داستانی میخوام برات تعریف بکنم. میگه یه شخصی اومد بشه یه گردو فروش، گفت این کیسه گردو تو به من بده. گفت بهت نمیدم، چون حجم بالایی بود و هزینه بالایی داشت. گفت بهت نمیدم. گفت خاصی حداقل یه دونشو به من بده. بهش داد. چند دقیقه دیگه اومد گفت والا یه دونه دیگه هم به ما بده و اینها، لطف کن به ما. بهش داد. چند دقیقه دیگه اومد باز یکی دیگه بهش داد. چند دقیقه دیگه اومد گفت یه دونه میخوام. اون مغازه‌دار در اومد بهش گفت ناقلا، تو کل کیسه رو از من میخواستی، من بهت ندادم، حالا میخوای یه دون کل کیسه رو ازم بگیری؟ پس ببین انحرافات دقیقا همین جوریه، ذره ذره وقت شما رو میگیرن و حالا که شما میخوای موفق بشی از همین تکنیک استفاده کن. یعنی چی؟ یعنی ذره ذره. آقا شما میخوای مطالعه بکنی 5 دقیقه بابا 5 دقیقه ذهن میگه چیزی نیست، حالا اشکال نداره برو مطالعه کن. ولی اگه یهو بگی 2 ساعت 4 ساعت میخوام مطالعه کنم، ذهن میگه نه بابا کی میره این همه راه رو، ول کن بابا. پس کوچیک کوچیک 5 دقیقه مطالعه بکن. بعد میبینی به مرور زمان این 5 دقیقه تبدیل شده به 10 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه. خب همینجور زمانش میره بالاتر. پس اینها رو در نظر بگیر که کوچیک کوچیک شروع بکن تا نتایج بزرگی ببینی.